کجا هستی میلیس؟ در کجایی میلیس؟ میلیس تسلیم شو. با تو میگویم سلاحت را پرتو. من با این حادثه رابطه ای ندارم. از جنگل آمدم، صدای تیر را شنیدم. برای حمایت خود سلاح را از زمین گرفتم. سلاحت را پرتو و یگان حرکت ناجا نکن. با شما میگویم من با این کار رابطه ای ندارم. برای دیدن رفیقم آمدم. نفری که این آدم ها را کشته است رفیقم را شاید او دزدیده است. گوش کنید، حیات رفیقم در خطر است برادر. نامش میلیس شنلی. در مرکز میفرم. سردار کلتکلز به دام افتید. بله، پلیس را در جای جنایت با سلاح دستگیر کرد. مثل نقشان منشد. حاضر کلتکلز را میبرند. اطاعت سردار. شما اینجا استعداد از مرکز آدم ها اومده تحقیقات میبرند. اون به شرف این حق داشت. اگر من او را نمیپرانم او تو را میپراند. با دوست داشته من کسی ضرر رسانده نمیتواند. هیچ کس. رفتیم پلیس ها میآیند. حادثه را کسی مشاهده کرد؟ من صدای تیر را شنیدم ولی به اینجا آمدم هیچ کس را ندیدم. مرکز مرد تقریبا 50 ساله در نزد ساحل پرانده شد.
сардор полис калтакеласро дастгир кард. унал чӣ? унал бошад аз дасти полисҳо гурехтааст. ба шумо гуфта будам уналро сода нашуморед. калтакеласро биёред. итоат сардор. хайр сена ту ба хона рав. пагоҳ дар мактаб вомехӯрем. мисле ки чизе нашудааст рафтор кун. аммо субҳон сена як одами ифлос буд. мурда рафт. дигар ба ту зарар намерасонад. натарс. аммо ман бо ин ҳолам чӣ хел меравам? туро дастгир мекунанд. субҳон ман туро аз даст додан намехоҳам. сенам тамом маро ҳеҷ кас надид. ҳеҷ чиз рух намедиҳад. парво накун. ту ҳозир ба хона рав. لعنتی بشرفی کلتکیلاس حالم رو ببین حتی از این لونتی بیاخ میگریزم آمردک من شر پاشید نه پرانم سردارم سردارم بیستید مجبورم نکنید که بپرانم یک لحظه شما راست میره راست میگردی تو برای خدا که دستسکم بیار که گشته شیدم رفتیم آتش از خفای لبن و سوی اونال پس من بیایید ماشین رو زود از راه بگیر جنابی پلیسی اینقدر سر و سیما هستی جبرانه بفهم یک تروریست کشتم اما ما دید ماشینم وایران شد در 5 دقیقه سوز میکنم آدم برای این بطور گفته استادم ماشین رو بگیر گفتم بچه ها شما زود به این کمک کنه زود باش بطور گفتم بازیر خریب اومد
تویست بپرون ایستا از جای نجو ولی اکه هدف در دستی ما است چی خیلی گپ زده ایستاده شما که هستید یگان چی گویید آخر این چی گپ هستن؟ میرویم تن بین سلاح رو گرفته است حاضر سلاح در همین جا است تمام مکانش را از کجا پیدا کرده است؟ نمیدونم جناب کلتی کلاس نبیراتون رو بزوری بردن خواسته است بچه ها مانع او شدند بعد تیرپرانی شده است تیرپرانی؟ بله جناب چند نفری ما را هم پراندند بعد پلیس آمده کلتی کلاس رو دستگیر کردند به میلش چیزی نشده است؟ نه جناب نبیراتون را به جای مخفی بردند بی شرف مثل یک آفت بر بالای عائله من آمده ای بی شرف شما پروا نکنید کلتی کلاس تا آخری عمرش در محبس پوسیده می رود درگود میلیس را زود به خانه بیارید نزدی چشمانم باشد اطاعت جناب پروا نکن آقای اکرم پروا نکن نبیراتون در جای مخفی است شما با این طرف شما باشد با اون طرف چو شد؟ اونال خوینه ندیده یا که از دست داده حقیقتا گفتن چی خیلی ما او را ندیدیم هم مردک چی خیلی ندیدین من شما رو با اون طرف روان کردم که از پیشت میخفید مایسی بده شما اوزو اگر همون گیزبورت هم میخفید اولو رودبت بلند میشده آفرین بر شما اونال رو از دست داده 9754 مرکز 9754 مرکز احمد شمشک گفتن یه آدم شبهناک رو در جنگل دزدیدند احمد شمشک رو دوزیدن اما شمشک رو برای چی میدوزن همین معلم کی در کنه که میدوزدن یا اینکه وای معلم نیست البته کلتا کلاس است این رو میدونستم گشنایم خیر کنید گشنایم کرب کده پرتا رحمتی کلان صدقه ندیم بلا و قولی کارهایم هیچ خوب نیست بدونی سلام را ترک کرد اما شمشک کلتا کلاس برام بازی باشه سردارم اون رو از دست داده برایم دعا کن برایم درخم دعا کن بنده خدا این دو شب چور چشمه هم مرده خدا فروش همون طرف تا یک بارم خدا کرد نگرفته می اومدن شرطه که محوزی با همون جاره بدیم گشنایم ای خدا بلا را بسرت بیارد لوینتی چور چشمه ابله حالم را بین از پس کلسی ابله مثل جوکی شدم
شاخه شناس میشه ممتونه؟ شما کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ میلیس رو شما دوست دیدید؟ به همه سوالهای جواب میگیریم. بنشین. یا خدایا شما چه خیلی از دست بیدیدین احمد چیمشک، یعنی که کلتکل است رو من نمیفهمم این چه خیلی کار است رفیقا. از اون سیلا ایز انگشتا رو گرفته یا نگرفته؟ کمی بعد جوابش میبره سردارم. خیر اوید کارتون رو کنید زود باشید. این کار رو ببین، هم کلتکلش رو از داده و هم اونالی بدبخت را. سردارم در کجا باشه؟ یک چوب میشه. اوش کلتکل است؟ کدام کلتکل است؟ من احمد چمشکم. اگر به شما کلتکل است لازم باشد مرا نادرست آورده. با تازه کردن رسم کتفت گذشته را تازه کردن نمیتوانی. ما نه تنها دانسته هایت را ندانسته هایت را هم میدانیم. برادر دوگانی کد مرد، به پرستار به وای رسیدی. برای ما سیر گفتنی گپی نیست. شما برادر دوگانیکم را از کجا میدانید؟ و همه سوالهای جواب میگیری. حاضر باشد از این مسائل مهمتری هست. در سلاحی که 5 نفر را کشتند ایز انگشتی تو است. پلیس در همه جا تو را کافتکوب دارد. و من بگو از این حالت چخیل بر آمده میتوانی؟ این خیل باشد آن آدم ها را شما کشتید میخیلی؟ میلیس را نیز شما دزدیده اید. کلتکل است بهتران است که غم خودت را بخوری تا آخر عمرت در محبس میمانی. ولی اگر با ما همکاری نمایی کارها تماما دیگر میشود. شما کی هستید؟ چرا با شما همکاری کنم؟ مهم نیست. همین قدرشو میخوام بدانی که از دست سقراط و از دست پلیسات را من نجات دادم. فراموش نکن. برای ممکنه؟ بیو. سردارم جوابی انالیزی که ایزی انگشت احمد شمشک بود برآمد ولی سیلا تازه بوده است. غیر از این تیرهایی که از درون این سیلا برآمده با تیرهایی که در جسدها هست یخیل نیستند. چی ها میگویی؟ تمام مردم دیدن که در دستی کلتکل سلاح بوده است. میخیلی نه؟ تو میگویی که سلاح تازه برآمده است. انالیزها. پیشتر وقتی که تو را از دست پلیس میگرفتیم سلاح ها را عوض کردیم و خانه در آمده ایزی انگشتت را گرفته بودیم. با دخالت ما پلیس برای دستگیر کردن تو دلیلی ندارد. البته عین حال انا این آینده تو رو حل میکنم. خوبترش بگویید. مرا اول بدام افتاندید بعداً نجاتم دادید. فهمیدم شما را جنابان. ما کارهای خورد نمی کنیم کلتکیلس. تو را بدام افتانیدند. برای تو را به حبس پرتافتن همه چیز را فکر کردم. بسیار خوب. اما مرا کی بدام افتاد؟ سقراط؟ نه. پس کی؟ اکرم شملی. خب از اونال یگان خبر است؟ متاسفانه نیست سردارم. جستجو داریم. با سرمان بلا شد او را پیدا کنید. باز وای استاد دین را پیدا کرده بیاناتش را گیرید. فهمیدی مرا؟ امر تو رو به جو میارم. خسته نباشی. غیر امکان است. اون نمیکنه. چرا اینقدر حیران شدی؟ مگر این آدم میشه زده تو رو نپرانده بود؟ تا وقتی که نبیرش در آنجا بود حیات نبیرش را در خطر نمیگذارد. او این خیل آدم نیست اکرم شنلی. این کار را خودش تنها کردن نمیتواند. او تنها نیست. برای کشتن تو با ترگوت گفتن شخص یک جای کار میکنه. یکی از مافیاسای کهنه‌ترین است. خیر همین قدرش کافی است. سر کار خودمان آییم. کدام کار؟
برای من کار میکنی. برای هیچ کس کار نمیکنم. من تکلیف نمیکنم، وظیفه میدیم. فکر کردی به تو پیشنهاد کردم؟ برای زنده ماندنت امکانیت دادم. دائم این خیل آدمی خیرخواه نیستم. میخواهم آزاد باشی تو. اگر به حبس روی برای تو از مرد ده سنگین تر است. تو خوب میدانی که سلاحی که تو را تا آخر عمرت در محبس میخواباند در دست من است. کالتاکیلاس را گسیل کنید. برای قبول کردن این کار کمی احتیاج به فکر کردن دارد. باز بسیار با دقت باش. اونال از دست پلیسا گرفته است. سردارم، ما این آدم رو بهوده نجات دادیم. نه، قبول میکند. راه دیگری ندارد. سلاح را پنهان کنید. کالتاکیلاس برای دزدیدن این همه کارو میکند. فهم سردارم. سردار، چه خیل میشود که این خیل نقشه میکشید؟ اگر فهمند ما رو زنده نمیمونند. خبردار نمیشوند. تورگوت کالتاکیلاس رو کشد کار تمام میشود. فکر میکنند که تورگوت برای اکرم شنلی کار میکند. به تشویش باش، کسی از ما شبهه نمیکند. بسیار خوب، ولی تورگوت تا چه اندازه باوریناک است؟ تورگوت آدمی باوریناک است، مستحکم است. برای من شده چشمش را ناپوشیده آدم میکشد. سردار، چخیلی که انتظار بودیم. کالتاکیلاس را از دست پلیسا گرفتند. خوب، لقمه را خوردند. مکانی که دختر را برده باز کی میداند؟ غیر از ما هیچ کس نمیداند. تورگوت، تو نزد من بیا. با دقت باش، یگان کس نفهمد. اطاعت سردارم. ملیس در کجاست؟ با دخترم چیکار کردی؟ باید به فرودگاه می اومد. کجا شد ملیس؟ کم گپ زن. چیکار میکنی؟ او نبیره من است. کالتاکیلاس مکانی ملیس را پیدا کرده است. چی؟ او را به خانه میارند. داد و فیغان را کمتر کن. بنشین. چای نوش. چای نمی نوشم. کالتاکیلاس رو رها کردن سردار. چیکار کنیم؟ تخمین کرده بودم او را استفاده میبرند. کارهای بزرگ میکنند. اما از ما مخفی نمیماند. برای بدام افتاندن کالتاکیلاس سراغ و رسم دختر را با او فرستید. کالتاکیلاس سراسیمه شده در حال به نزد اجلش می آید. فهمو سردار. آدم به نبیرش این رو چه خیلی روا میبینه. خیر فهمیدیم که مرا کشتن میخواست. حیات میلیس رو چه خیلی به خطر انداخت. نفهمیدم. اکرم وقتی با تو واخوردن فرا رسید. میلیس رفیقه در دست ماست. اگر او رو نجات دادن خواهی با کسی خبر نداده با مکانی ما بیا و پلیس خبر دهی با اون بزودتر میترکن. خیر رفتیم.
خب این خیل باشد همه آماده باشند. بله سردار. با دقت باش ترگود. کلتا کلاس بسودی نمی میرد. همه آدم ها را با آنجا فرستادم. در اطراف خانه باشد یک چند تا سنایپریست ماندم. نجات یافته نمیتواند. ترگود میدونی چی؟ این کارمون رو باید کسی نفهمد. همه جنایت بر دوش اکرم می شود. در این کار به خطا گراه ندید. کلتا کلاس رو با اون دختر به دوزخ می فرستیم. سردار چرا به کلتا کلاس حقیقت رو نگفتید؟ دختر و سقراط و آدمهایش دزدیدم. ترگود برای اکرم نه و برای سقراط کار میکند. کلتا کلاس همه چیز رو نباید داند. در اونجا یک مافیای خردکه کلتا کلاس رو انتظار است. اگر خواهید یاریش کنیم سردار. نه، کلتا کلاس باید این را خودش تنها پس سر کند. در آنجا یک قطار آدمان سلاحدار و سنایپرها هست و او تنها از عهده این برآمده نمیتواند. کلتا کلاس را وظیفه های دشوارتر انتظار است. اگر از عهده این کار نبراید معلوم میشود که در انتخاب ما خطا کردیم. جزای سقراط را حاضر بدهیم سردار یا این که نه، بگذار حال هم فکر کند که از هیچ چیز خبردار نیستم. من سقراط را برای من کلتا کلاس میکشد. اولین وظیفه که به او میدهم سقراط را از بین برداشتن است. البته اگر بمیرد از آن دام نجات یافتنش غیر امکان بود. تو درباره کلتا کلاس فکر نکن. از جنگاور یگان خبر هست؟ سردار خیلی وقت می شود که با جنگاور وا نخوردم. امیدواریم هرگز وا نمیخوریم. از کشتی او شده نقشه هایم را سالهاست به تأخیر گذاشتم. شاید وقتی کشتن او رسیده باشد سردار. او را کسی کشته نمیتواند. او تنها با اجلش میمیرد. جنگاور حتما پیدا خواهد شد. اگر مقصدهای مخفیم را درباره کلتا کلاس و اونال فهمد میدانی که برای برباد دادن همه کار را میکنه. زنگ زدنی تو نیست به خدا. سلاسه من در حال تلفنت رو بردار و اگر نه دهن و بینیت رو میشکنم. اگر جواب ندهی در حال به خونه‌ات آمده میکشم تو رو زیاد. در کجا هستی تو؟ زهرا جان چه خیلی هستی جانم؟ میگویم در کجا هستی؟ مگر نگفته بودم که بزن که من در حال جواب ده. چرا جواب نمیدهی؟ من کمی مشغول بودم. مشغول بودی؟ میلیس در برات است مگر جانم؟ کدام میلیس؟ خوب هستی جانم؟ نباشه در کجایی؟ در ماشینم نشستم باید یک جا روم. تو میلیس رو نجات دادن رفته ایستاده. کلتا کلاس گوش کن. مردی بچه مردی. بچه گفتی؟ میلیس رو نجات دادن میروی. از تو میپرسم زیاد جواب ده. آشنا این دختر از کجا فهمیده باشد؟ جین و پری داشته باشد مگر؟ نه میلیس رو نجات نمیدهم. شوکت رو نجات میدهم. میلیس رو نجات دادن نمیتواند. او رو به آلمان میفرسته. شوکت گفتی؟ و باز قمار بازی کرد؟ با او بگو زیو آمده تکی شبته میکنم او رو. در نصف شب دوست شیمه رو هم میدهد. نپرس جانم. رفیق رو در نصف راه پرداخته نشود فروخته نشود چیکار کنم؟ خیر بعدم با میخوریم. مایل جانم. تو بستید. اوف این هم بیزار کرد. میلیس گفته سر را گرنگ میکند. این دختری بیچاره را در کجای حاضر میکشند؟ یا خدایا میلیس را یاری ده.
شما جایش رو گیرید کالتا کلاس آماده ایستاده. نشونگیری یکم آماده. نشونگیری دویم آماده. سیوم آماده هست. سنایپرها جایهایشون رو گرفتن. وای آدم از اینجا زنده نمیبراید. سردار جسد کالتا کلاس را میخواد. تو با کجا نگاه داری ها؟ این کی است باز؟ گابزن تو کی هستی؟ دستگیرش کنید. مردان تاجیکستان توصیه میدیم که برای بانوانشان مارگارین اونا را خریداری نمایند، چون که با مارگارین اونا هر چیزی که پخته می شود از خوردنش اصلا سیر نمی شود. مارگارین اونا را از تمام مغازه‌های تاجیکستان می توانید دسترس نمایید. سلم برای لبین با مارگارین اونا پخت و پز میکند.
دریافت لذت دلخواه نه همیشه با آسانی دست می‌دهد. این مزه و طعم خوب حتما چیزی را در قیافه و ذهنتان عوض می‌کند و شما نمی‌توانید که این احساس گوارا را پنهان کنید. از جای مرا حلاوت بر. مرا ببخش میلیس، تو را نجات داده نتوانستم. متاسفانه. احمد میلیس؟ احمد خوب هستی؟ میدونستم که مرا نجات میدهی. من تو را نجات ندادم. آدمی نقابدار تو نبودی؟ آدمی نقابدار؟ چه خیلی کلتکیلاس آمده میلیس را دزدیده است؟ کلتکیلاس در پلیس محکم نبود مگر؟ اکا از دست پلیس نجات یافته است. مکان نبرت آن را پیدا کرده است. گفتی در جای امن است. جای امنی گفتاد همین است. خدا لعنت نکند. این غریم کن است. میلیس خوب هستی؟ احمد اینجا چی گپ است؟ من نمیفهمم. اول صدای تیرپرانی رو شنیدم، بعد یک نفر گرفته مرا به بیرون برآورد. آدمی نقابدار. چی گپ است؟ نمیدانم میلیس، من نمیدانم. غیر از این من نمیدونستم که تو را بابای در اینجا پنهان کرده است، وگرنه نمیگذاشتم تا که کار به این درجه رفته مشکل شود. میلیس کلتکیلاس لعنتی، کلتکیلاس لعنتی. ببین بیاز مانند شدم. بابایم گنده شده است. اکنون من او را نمیشناسم. برای دستگیر کردن تو حیاتی مرا در خطر گذاشت احمد. نه یعنی نه جانم، من فکر نمی کنم که حیاتی تو را در خطر گذاشته باشد. فکر می کنم که بابایت نه دیگر کس است. این کارا دیگر کس کرده است. احمد غیر از بابایم دیگر کی میکند که نمیخواهد که من با تو وخورم؟ به تو نشان میدهم احمد. برای اون که بابایم به تو ضرر نرساند بیا دیگر با نمیخوریم. عزیزم این کارو به خاطر تو میکنم، به خاطر تو از تو دست میکشم. بابایم اکنون به تو ضرر نمیرساند. میلیس، میلیس کمی ایست. میلیس آدمی نقاب داره که میلیس رو نجات داد کی باشد؟ انا کارمان بزیب شد. رفتیم ماشنا. لبای زهرا میلیس، خدا را شکر که به تو چیزی نشد. میلیس دختری زیبایم. در کجاست آن به شرف؟ با او دیگر وا نمیخورم بابا. دیگر با او ضرر نرسونید میلش. ها رفت و با او ضرر رسونید، در مقابلتون مرا خواهید دید. من به تو چی گفته بودم؟ باید نام میلیس را به دهانت نمی گرفتی کو؟ قول داده بودی کو؟
اما من میلیس نگفتم، تو گفته ایستاده. خاموش، وگرنه حاضر تگی پایه میکنم. چی شد؟ این دختر مثل مافیازها گپ میزنه. گفتی میلیس رو نیار، شفقت رو نجات میدی کو؟ چرا به من دروغ گفتی؟ زهرا نگاه کن، وصیت مثل دیدت نیست، کمی آمیخته است. لعنتی، دختر رو مثل دوست داشتهش به خانهش رو میاری. باز شرم نداشته گپ زده ایستاده. لعنتی گفتی؟ زهرا با تو چیزی شده است. زبانت گپ‌های ناجا میگوید. باور کن شیرینیت هم زیاد شده است. اصلا من تو را خورم نزدیک میگوید. نشه. کنی گپ زن، وضعیتت رو نقل کن. کنی باز یکان دروغ دیگر بگو. زهرا من به تو کی گپی دروغ گفته بودم؟ حیات تو پر از دروغ است لعنتی. تو کی هستی؟ یکی دامولا، یکی کلتکیلاس، یکی زیا هستی، استاد هستی، دوست داشته میلیس، دوست داشته زهرا هستی. تو کی هستی ها؟ به خدا زهرا چی گفتنم را نمیدونم. اصولی گپ زدنت بسیار تغییر یافته است. من اینقدر گپ زدم به معنی صرفم نمیروی، اما به اسلوبی گپ زنی من دقت میدی. زهرا گپ‌های سخت زده ایستاده ای. بدیل نمیگیرم. بدلگیری گیر. به من چی؟ حالا این برای تو کم است. حاضر همه‌شو میگویی، اما مرا گوش کن. مسئله نجات دادن میلیس را نقل نکن. به خدا زور هستی. ببین چه خیل گپ رو از دهانم کشیده گرفتی. در حقیقت میلیس، حیات میلیس در خطر بود. برای همین من مجبور شدم که وعی کنم. خیر. چی؟ تو میلیس را نجات دادی؟ ها؟ تو رو میکشم لعنتی. تو باز میلیس را نجات داده؟ مرد. زهرا تو منو میکشی. با خدا نمیشود، دیگر این خیل نمیشود. استاد، یک سوال دارم. چی؟ سوالم رو میپرسم استاد. استاد، در بین جنجال زن و شوهر در آمدن جایز است یا نه؟ پسرم چی؟ نه درو انا بین این زن مرا میکشد یاری ده. استاد کمتر خوبتر فهمانه جایز است مگر؟ نه پسرم جایز است. بینمون در آمدن نجاتم ده. استاد بعضی دوملاها میگویند که دخالت نکن، مگر اینجا موضوع اختلافی است. پسرم چی خیلی اختلاف در این موضوع. همه طرفدارن در آمدن یاری ده، وگرنه میمیرم. یاری ده. خدا از شما راضی باشد استاد، اما این دفعه دخالت نمیکنم. هیچی با کجا میروی؟ تو رو از دست من کسی نجات داده. میتواند باز تو میلیس را نجات داده. رهایم کن. سردار، از ترگوت خبر اومد. کلتکلاس همه آدم ها را کشته، دختر رو گرفته رفته است. متاسفانه نقشه همان باز به کار نآمد. تو همین خیلی فکر میکنی؟ دختر رو کلتکلاس نجات نداد. کی نجات داد؟ این کار رو تنها یک نفر کرده میتواند. او دشمنی مافیا است. جنگاور گفتید؟ او کیست؟ بعضی ها نامش رو گرفته میترسند. خیلی بود که از او نشانی نبود. خوب شد که تا این وقت به ما ضرر نرساند. برای کلتکلاس رو از بین بردن حالا هم وقت داریم. تمام دیگر میلیس نمیگویم، قول میدیم کسی نجات دهد دادن گیرد. کار ندارم. انا آدم شدی. به این هم من یک آدمی نیقابدار نجات داده است. آدمی نیقابدار؟ تو مرا مسخره داری مگر ها؟ مرا گوش کن. اگر برای میلیس زاغی سیاه شده باشی من تو را میکشم زاغ. یا خدایا، من چی میگویم تو چی میگوی؟ کدام زاغی سیاه؟ یک آدمی نیقابدار میگویم، نمیشنوی؟ آدمی نیقابدار. این خوب است ها؟ از این بعد مجبور نیستی که میلیس را نجات دهی. خوب شد، بگذار کدام آدمی نیقابدار که باشد نجات دادن گیره. اوه بین زیا، دیگر درباره میلیسی دوست دیگر یکان گپ نمیزنیم. مدش دوست گفتی؟ بله. تو رو از من دوستید کو؟ به این من. البته به این منی جونم. از این پس دلت رو به هیچ کجا نگذار. به دل من گذاشته بودی کو؟ یادت است؟ به این هم من به تو دل دادم. ما قربانی تو شوام بچه خوشروخی. این چی گپ است؟ بیشتر مرا بغری کرده کشتن میخواست. حاضر باشد مثل کودکان دوستداری دارد. دختر دیوانه بوده. تو برو تا کش مرا بکشایی. ممرم جایی.
نمیگیری؟ چرا حاضر پیدا شد؟ نمیدونم سردار. چرا دختر را نجات داد و کالتاکیلاس را از خطر کلان رهایی بخشید؟ سقراط از ما پنهانی نقشه با عقلانه شیطانی کرده است. اگر جنگاور نمیشد کالتاکیلاس میمرد. بین جنگاور و کالتاکیلاس یگان رابطه باشد. فرض کردیم نقشه مخفی ما را میداند. پس چرا با جای آن که کالتاکیلاس را کشد او را نجات داد؟ شما کی هستید؟ چی گپ است؟ واقعا این مرا از برای تو کسی کشته است. کنی بگو کی او را کشت؟ چی خیلی کشتن او را؟ شما چی ها میگویید؟ حالا من تو را با گپ میدارونم. او را گرفته رفته. رهایم کنید! رهایم کنید! یاری دهید! گپ اینجا؟ هی! اینجا چی گپ است؟ از طلبای من شما چی میخواهید؟ تو خودت کی هستی؟ من کی هستم؟ از رایلی تو هستم احمق. مرا بین برای پراندن آدم میگفتی. انا پران این احمق را. پر تو میمون لاحد را گفتم. گوش که حیوان مرا نمک میگن نمک. اما گوش کنید. اگر یک بار دیگر با طلبه های مکتبی من نزدیک میشوید پست میکنم شما را. برده در پشت ماشین پرانید اینها را. پشتر حیوان. یک بار دیگر شما رو در اینجا بینم زنده تا نمیگذارم. پشتر حیوان کو پوچت بالا که تیرش پران. هلی بخی اجاده مرگزه. مرا گوش کنید. اینها رو با یکم کپروک برده پرده. شاید سگ ها میخورن. گب نیست که کنو. دخترم اینها از تو چی میخواهند؟ نمیدونم یکی پیش رو هم رو گرفتن. نترس دخترم نترس. از این پس تو را کاری کرده نمیتوانم. اگر من صاحب این مکتب باشم حیات همه این کودک ها به من امانت است. همه اشان را نگاهبین بکنم با کمک خدا. تو اکنون با درس دارم. رو دخترم. سینم سبحان چی شد؟ دو سه مرد پیش رو هم رو گرفتن. خوب شد که صاحب مکتب مرا نجات داد. سبحان من بسیار میترسم. کسی تو رو دیده باشه چی؟ سینم مرا هیچ کس ندید فهمیدی؟ من دیشب رفته سلاح رو با بر پرتافتم. بیا با مکتب میره بریم. وقتی که با اونجا رفتم همه آدم ها علکه کشته شده بودن. از جنگل صدای تیر برآمد. من باشم برای محافظت خود سلاح را گرفتم اما کسی را نکشتم. جناب احمد بای شما را خوب میفهمم. اما کنی به من گوید که از دست پلیس ها شما را کی دزدید؟ میدانم همه‌شان نقاب داشتن روی کسی را ندیدم. تمام جناب احمد تمام. در سلاحی که ایزی انگشت شما بود تازه برآمد. به خدا که من هم قریب شما را کالتاکیلاس گمان کرده بودم. اکاو نلا ندیدی احمدی جون؟ آخرا ما را پس شما میگد به همین خط گم شید. باز این اونلی درد سر هم هست. از برای خدا گیرید او را. از پس هم دویده بیزار کرده است. ما هم قبیدش نتونستیم. چای؟ می نوشم. اکم احمد یک چای دم کن. کبود. بیشرف مرا دستگیر کردن میخوایی؟ تو را من میکشم. قبرت را با دستان خودم میکنم. چونان چخور میکنم که
جنابی اونر حالا ایست. بشرف این دستبند رو از کجا یافتی؟ اگر میخواستم در نزد امنیت دستت را میبستم، اما با تو موش و گور به بازی کردن را خواستم. همین خدمت. گپ میزند کشا دستم را. چرا میکشم دیوانه ای؟ کارت را بین حالا هم گپ میزند. الو امنیت استانبول است؟ فراری که از پیاش هستید اونال آزمگیر حاضر در سلاکیه قرار دارد. در یک سیمچوبی برق دستانش بسته. حاضر میآیید؟ خوب خسته نباشید. پروا نکن آدم هایت کمی پس میآیند. حالا ایستا من تو را خیر تو بازدید. خدا تو را لعنت کند حیوان. لعنتی بشرف. حالا با تو کارهای میکنم که حتی فکرشون رو نکرده ای. گریز من امامی حقیقی هستم. کسی جلک و سلام رو نمیگیرد. بچه ها او رو دستگیر کنید. از مسجد جلکی دامولو رو دوستی نگوریه. دامولو دیوانه دویدن. ایستا نخوره دیوانه ایستا. چرا برو زور میکنید ها؟ مسجدی من است. چرا مسجدی منو میگیره؟ خاموش برادر. صدایتون نبرم. خاموش. مالش یا شدی دامولوی دیوانه چیز میدم دست. رحمت برادر تشکری زیاد. خدا از تو راضی باد. پناه کردی مرا. برایت دعا میکنم. یک لحظه من تو را شناختم. تو از پشت آن ولای ساختکاری بدبخت از قانون و پلیس میگریختگی کمیسر نیستی مگر؟ برادری بیچاره‌ام. تو هم از پشت او به این حال افتادی. همین خیلی حیاتت محو شد. از وظیفه‌ات ماندی. حیاتی من هم محو شد. مسجدم را کشید نگرفتن. این کم نبود که مرا برده در دیوانه خانه خواباند. تو مرا برده در محبس خواب کن. من راضیم. اما هرگز در بیمارخانه روحی خواب نکن. فهمه؟ آنجا روزگارت سیاه می شود. فهمه. حاضر من میروم. خدا از راضی باشد. خیر برادر برایت دعا میکنم. دامولو ایستید. انا آنجا یک متر از کو. از برای خدا آن را به من دهید. وی بیشرف درد سری من و درد سری شما شده است. آن بیشرف اومده دستم را اینجا بسته رفت. این را باید کشایم. وظیفه کرجدنیتون را اجرا کنید. یاری هم دهید. نمیشود. چرا؟ اگر حاضر آن را گرفته به تو دهم دستبند را کشاده از اینجا میروی. تو یک قانون گریز هستی. من به جنایتکار یاری نمیرسانم. بچه ها دامولای دیوانه آنجا است. دستگیرش کنم. میآیم. ماشین مرا منتظر باش. جماعت مرا منتظر باشه. دامولو با کجا میروی؟ از کجا پیدا شد؟ چیزن دستگیرش کنه. آدم هایی که میلیس رو کشتن میخواهند کی باشند؟ بران نیست. بران میخواد کارهای افلاسش را من کنم. این رو فهمیدم. سقراط بی‌شرف. البته وقتی پوشیدن دفتری آن رسید. اما اول آن سلاح را از دست آن آدم ها باید گیرم. سلاح در دست آنها است. سلاح را نگیرم حبس می شود.
اوف، آنها شوخی نمی کنن. دستم نبرآمد. دستگیر کرده یک انگشتانت رو میشکنم.